سلام خدمت زبان آموزان محترم. من مرجان اشتهاردی هستم، استاد زبان فارسی مؤسسه بین‌المللی دانشگستر با آموزش زبان فارسی در خدمت شما هستم. زبان فارسی شامل 4 مهارت صحبت کردن، شنیدن، نوشتن و خواندن می شود. امروز ما می‌خواهیم روی مهارت نوشتن تمرین کنیم. مهارت نوشتن به چه معناست؟ مهارت نوشتن یعنی توانایی نوشتن یک متن، یک نامه به دوست، به اعضای خانواده، به مدیر، به استاد. و در واقع توانایی نوشتن، مهارت نوشتن یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی است. خب پس ما امروز میخوایم روی مهارت نوشتن تمرین کنیم. چیزی که قرار امروز تمرین بکنیم و یاد بگیریم نامه‌نگاری است. نامه‌نگاری یعنی نحوه نوشتن نامه، نحوه نوشتن نامه یا ایمیل. امروز بیشتر به جای نامه از ایمیل استفاده می‌کنیم. فرقی نمی‌کنه نامه‌نگاری یا نوشتن ایمیل. خب ما 2 نوع نامه داریم. نامه‌های دوستانه و نامه‌های رسمی. به من بگید فرق نامه دوستانه با نامه رسمی چیست؟ فرق نامه دوستانه با نامه رسمی چیست؟ چه فرقی دارند؟ از اسم آنها پیداست. نامه دوستانه نامه است که شما به دوست، اعضای خانواده می نویسید. آیا لازم است رسمی و خیلی مؤدبانه نوشته شود؟ خیر. ولی نامه رسمی رو شما به مدیر، استاد خود می نویسید. لازم است از جملات و